سلام خدمت شما دوستای عزیزم. امیدوارم فوق‌العاده عالی باشید. روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم تا با همدیگه یک انرژی خوانی فوق‌العاده عالی و جذاب رو شروع کنیم. دوستان امشب میخوایم با هم ببینیم توی 2 ماه پیش رو آیا فرصت‌های جدید شغلی ممکنه توی مسیر زندگی شما باشه و اگر هست چه چیزهایی ممکنه باشه و براتون پیش بیاد. این رو میخوایم از دل کارت‌های تاروت در بیاریم. بریم با هم شروع کنیم. شما هم اگر خودتون روی موضوع خاصی در واقع حالا نیت دارید میتونید روی نیت خودتون باشید تا که به امید خدا نتیجهش رو دریافت بکنید و پاسختون رو ببینید. خب بریم با هم شروع کنیم. من یه پاکسازی داشته باشم کوچولو کارتامونو. بسیار خوب. با این عود صندلمون. بسیار خوب. خب بریم با هم شروع کنیم. من از این 2 دسته کارت استفاده میکنم. به امید خدا، به نام خدا ببینیم که توی 2 ماه پیش رو تا آخر پاییز دیگه ببینیم که آیا فرصت‌های شغلی توی مسیر زندگی شما هست و چه فرصت‌هایی ممکنه براتون پیش بیاد. این رو میخوایم در بیاریم. به امید خدا، به نام خدا. بسیار عالی. بسیار خوب. بسیار عالی. خب از این دست کارتامون هم در بیاریم. عالی. بسیار خوب. 2 تا کارت دیگه هم در بیارم و شروع کنیم. بسیار خوب. خیلی هم عالی. خب دوستان اولین چیزی که داره نشون داده میشه اینه که به نظر میرسه خیلی از شما که دارید در حال حاضر این انرژی خوانی رو نگاه میکنید در حال حاضر خیلی حواستون به مسائل مالیتون هست که دارید سعی میکنید متعادل باشید، کنترل خیلی خوبی داشته باشید، مخصوصا چه هزینه های حال حاضرتون که دارید انجام میدید، چه از نظر مخارجی که برای آیندهتون دارید در نظر میگیرید، همه رو دارید سعی میکنید خیلی حساب و کتاب داشته باشید. ولی در واقع خیلی این موضوع بهتون فشار آورده، یعنی باعث ایجاد ترس و استرس در شما شده. به همین خاطر میخواید یه مسیر جدید در واقع که از نظر مالی براتون بهتر باشه رو امتحان کنید، ولی تو انتخابش خیلی حالت سردرگمی دارید، مطمئن نیستید، یعنی تردید دارید و این ترسه باعث میشه که نتونید واردش بشید. برای بعضی از شما داره نشون داده میشه که شما آشنایی با شخصی، یا در واقع اینجوری بگم حضور یک شخصی رو در زندگیتون داره نشون میده که انگار در حال حاضر هست که خیلی این آدم روی دیدگاه‌های شما نسبت به مسیر شغلیتون تاثیر مثبتی رو میذاره. این آدم انگار تو زندگیتون هستش و اینکه این فرد هر کسی که هست شخصی هست که جنس مخالف شماست، یعنی اگر خانم هستید آقا هستش و این رو هم داره بهتون نشون میده. به نظر میرسه بعضی از شما کلا خودتون خیلی آدم اهل حساب و کتابی هستید، خیلی حواستون هست به مخارجتون، یا حتی شاید توی کارهای مربوط به حسابداری و آمار و مشاغل این چنینی فعالیت بکنید، یا حتی مشاغلی که خیلی در واقع بر اساس رعایت قوانین و مشاوره های حقوقی و این هاست. این 2 دسته افراد اگر جزشون هستید، چیزی که داره براتون نشون میده اینه که شما در حال حاضر شغلی که دارید بهش میپردازید براتون داره نشون میده که رشد و پیشرفت خوبی داره، ولی خیلی روندش کنده، روندش آهسته هستش
و چیزی که هست این که تا 8 هفته دیگه برای شما انگار یکی دو تا، حتی فقط یه دونه هم نیست، چند تا پیشنهاد به سمتتون میاد که میتونه براتون خیلی عالی تر باشه. یعنی انگار رشدتون و پیشرفتتون توی اون مسیرها خیلی میتونه بهتر باشه و سریعتر باشه. البته که قدرت انتخاب دارید، ولی اگر این مسیرهایی که بهتون پیشنهاد میشه یا شغل جدیدی اگه بهتون پیشنهاد میشه انتخاب بکنید، بعداً میگید ای کاش زودتر وارد چنین مسیری میشدم. این رو هم داره نشون میده. بعضیاتون خیلی حالت سردرگمی دارید، انگار بین دو دل هستید توی انتخاب بین دو شرایط مختلف، اینکه تو همین شرایطی که در حال حاضر هستید بمونید یا اینکه شجاعت رفتن به مسیر جدید رو داشته باشید که البته ظرف 1 ماه آینده تصمیم نهایی رو میگیرید. شغل جدیدی هم که انتخاب کردید خیلی سخته، میتونم بگم که آدم مصمم میخواد، ولی خب به نظر میرسه شما تصمیم خودتون رو گرفتید و جالبه که واقعا این مسیر جدید شما رو به در واقع اون آرزوهای خودتون و اهدافی که دارید خیلی نزدیک میکنه. هرچند مخالفت‌هایی از سمت خانواده‌تون یا حتی شریک احساسیتون، پارتنرتون یا شاید همسرتون داشته باشید، چون انگار ناراضی‌ان از این حالت، ولی شما هدف تصمیمتون رو گرفتید. و جالبه که شما از این طریق کاری که واردش میشید میتونید به در واقع یه خرید ملک یا خونه یا زمین یه همچین چیزی اقدام بکنید، یا شاید حتی ممکنه اون شرکت یا مؤسسه یا جایی که میرید براش کار کنید این رو به صورت تسهیلاتی در اختیارتون قرار بده، یعنی این شانس رو بهتون بده که زودتر بتونید اگر چنین قصدی رو دارید توش موفق باشید. این رو هم داره نشون میده. و اینکه نکته دیگه‌ای که دارم میبینم با توجه به انرژی کارت هایی که این شکلی برام داره در میاد، در کنار همدیگه موج انرژیشون رو دریافت میکنم، اینه که انگار بعضی از شما دوستان به خاطر مشکل زیادی که توی یک شغل همین الانتون دارید تصمیم میخواید بگیرید که تغییر مسیر بدید، ولی شغلتون رو واقعا دوستش دارید، یعنی بهش علاقه دارید. فشار مشکلات روتون اونقدر زیاد شده که میخواید رهاش کنید از رو عصبانیت، از روی ناراحتی، ولی برای شما تغییر شغل اگه تو چنین شرطی هستید اصلا مناسب نیست، چون انگار اون شخصی که حالا مدیر شماست، رئیس شماست، بالا دستتونه، انگار میتونه کمکتون بکنه، یعنی میتونه این مشکل رو براتون برطرف بکنه، ولی شما حالا ظاهرا یا باهاش صحبت نکردید یا خیلی مستقیم حرفتون رو نزدید. چیزی که داره دیده میشه شما به واسطه این آدم میتونید این مشکلی رو که الان باش مواجه هستید حلش بکنید. ولی خب شما به یه مدت واقعا استراحت کردن نیاز دارید و نه تغییر شغل، چون براتون یه استراحت کردن، یه مدت از کار فاصله گرفتن دیده میشه، ولی تغییر شغل نه، برای دوستانی که تو چنین شرایطی هستید. شما باید از اون چه که میخواید، از اون چه که تو ذهنتونه دفاع کنید، حرفتون رو بزنید، نظراتتون رو بگید. شما این قدرت رو دارید که این کار رو انجام بدید. این رو هم داره بهتون نشون میده. در هر صورت شخصی که در واقع بالاتر از شماست از نظر مقامی که داره میتونه بهتون کمک کنه. و اینکه بعضی از شما دوستان انگار توی مصاحبه شرکت کردید به تازگی، شاید که در واقع توی 1-2 هفته اخیر باشه یا یه خورده با فاصله تر. درسته دقیق بخوام بهتون بگم اگه تو 5 هفته اخیر توی مصاحبه‌ای شرکت کردید که خب به تازگی هم هست و الان خیلی چشم انتظار هستید، حتی احساس می‌کنید دیگه دیرم شده و که منتظر خبری هستید از طرفشون، شما در مورد این مصاحبه‌ای که دادید پذیرفته میشید. علت اینکه باهاتون دیر تماس میگیرن چون شما گزینه اولشون نبودید، انگار شما گزینه بعدی بودید یا شاید حتی سوم و گزینه‌های بعدی بودین که انگار اون موارد اولی که انتخاب کردن تایید نشدن یا به هر حال مشکلی مواجه شده، اینها با شما تماس خواهند گرفت و در نتیجه براتون استخدام و پذیرفته شدن رو داره نشون میده. جالبه با دوست صمیمیتون یه جشنی میگیرید و یه مهمونی واسه خودتون دوتایی و این صبرتون رو که نتیجهش رو دریافت کردید جشن میگیرید.
شما توی آذر ماه توی این یعنی در واقع درست تا 2 ماه آینده اینجوری بهتون بگم، توی 2 ماه آینده توی شغل جدیدتون استارت کارتون رو میزنید، توی مکان جدید و اون شغل جدیدی که دارید، چه حالا تو همین شرکت خودتون باشه توی جای دیگه یا حتی در واقع یه شرکت دیگه متفاوت از کار حال حاضرتون باشه، در هر صورت استارتشون میزنید. برای بعضی از شما که انگار موقعیت تغییر شغلی رو دارید ولی میترسید، یعنی شما انگار میترسید که اگر از این شرایطی که در حال حاضر دارید فوق‌العاده بد هست خارج بشید کم بیارید، مخصوصا اگر خانوم هستید و میخواید تنهایی یه کاری رو استارت بزنید، مثل یه کسب و کار خانگی یا یه چیزی که میخواید تنهایی شروعش بکنید. ببینید چیزی که داره بهتون نشون میده شما درسته که تنها شروعش میکنید ولی تنها نیستید و در واقع موفقم میشید، جوری که حتی خودتون هم تعجب میکنید از این موفقیتتون. البته چون این کسب و کاری که میخواید انجام بدید یک کسب و کار یعنی شخصیه، خونگی هم شاید نباشه ولی شخصیه، یعنی دارید اینو به صورت تنهایی و غیر وابسته به شرکت یا سازمان و ارگانی انجامش میدید، زمان میبره، شاید یه 10 ماهی زمان ببره تا به نتیجه فوق‌العاده‌ای که میخواید برسید، ولی در کل خیلی براتون عالی هستش. بعضی از شما براتون یه فرصت، با اینکه تو شغلتون خیلی خوبید و در واقع رو دور هستید ولی چون انگار یه هدف مالی دارید که میخواید بهش برسید و به پول بیشتری نیاز دارید، براتون داره دیده میشه یه فرصت سرمایه گذاری عالی براتون داره اتفاق میفته در کنار کاری که دارید انجام میدید. این سرمایه گذاری هر چیزی که هست به صورت دلاریه یا به صورت یه واحد پول بین المللی هستش و براتون هم خیلی خوبه، یعنی اگه پیشنهادش رو دریافت کردید یا الان در حال حاضر تو ذهنتون هست میتونید استارتش رو بزنید و ظاهرا که خودتونم تصمیم دارید تا در واقع حداقل تا میشه گفتش که حدود 10 روز آینده این کار رو انجامش بدید، ولی خب براتون در کل خیلی عالی هست. اولش ممکنه شک داشته باشید، تردید داشته باشید، ولی در نهایت انجامش میدید و براتون هم نتیجه خیلی خوبی رو داره دیده میشه، سود خوبی به دست میارید، زمان میبره ولی سودش تهش خیلی عالی خواهد بود. این رو هم داره بهتون نشون میده. خب بذارید باز یه دسته دیگه از این کارتامون هم در بیارم. بسیار خوب. خب دوستان، اون چیزی که داره دیده میشه به نظر میرسه که بعضی از شما که در حال حاضر انگار تو فکر این هستید که یک کاری رو به صورت مشترکاً با پارتنرتون یا همسرتون یک کار شراکتی میخواهید انجام بدید که در کنار شغلای هر کدومتون هستش، یعنی هر کدوم دارید کار میکنید، حالا کارهای شخصی خودتون، ولی این کار رو میخواید به صورت مشترکاً انجام بدید. چون با مطالعه، تحقیق و بررسی زیادی شروع کردید، هرچند که واقعا کارتون توی قسمت‌های ریسک محسوب میشه ولی موفق میشید. این رو هم داره بهتون نشون میده. احتمال داره توی 2 ماه آینده شما دوستانی که در واقع تو فکر تغییر موقعیت هستید یا دنبال یه فرصتید، یهویی تصمیم بگیرید از کار قبلی خودتون یا کاری که الان دارید انجام میدید برای همیشه استعفا بدید، چون انگار یه کار کارمندیه، استعفا بدید و با یه وام یا یه پولی که دارید و زیاد هست مبلغش شروع بکنید اون کاری که همیشه آرزوشو داشتید رو استارت بزنید. از طرف خانواده‌تون حمایت خیلی زیادی دریافت میکنید، هرچند اولش مخالف در واقع استعفای شما هستند ولی و شاید باهاتون حتی یه مدت هم قهر کرده باشن و کلا در واقع مخالفت 100% داشتن، ولی وقتی استارتشو میزنید خیلی هواتون رو میگیرن. این حالتی هم داره دیده میشه، خیلی هواتون رو میگیرن و در واقع کمکتون میکنن، این رو هم نشون میده.
خلاصه که حمایتشون رو دریافت میکنید. حتی با درآمدی که به دست میارید از این کاری که استارت میزنید یه سفر خانوادگی خواهید رفت، یعنی شما خانوادهتون رو مهمان خواهید کرد که در واقع همراه شما به یه سفر بیان و خب خیلی حسشون نسبت به کار جدیدتون مثبت‌تر میشه. فقط نباید تو این مسیری که دارید میرید کوتاهی کنید یا بیخیال بشید، یا در واقع چون این فقط با توجه کردن شما این کار رونق میگیره. حتی اگر از کسی قرضم بگیرید برای شروع این کار 6 ماه پرداختش میکنید. این رو هم داره نشون میده. برای بعضی از شما دوستان به نظر میرسه یه پیشنهاد همکاری توی شرکتی رو بهتون داده میشه که مال یکی از اعضای فامیلتون هست که شاید این فامیل خیلی بهتون نزدیک نباشه، حالا نسبتا دورتری داشته باشه، چون نماد همخون بودن در اومده براتون و خیلی وقتم هست که داره به این موضوع فکر میکنه، احساس میکنه شما خب میتونه کیس مناسبی واسه این کار باشی. این کار خیلی براتون خوشیومن و پربرکت هستش. امکان داره بعداً هم بتونید 2 تا از دوستای خودتون رو وارد این مسیر شغلی بکنید، یعنی وارد این شرکت بکنید، چون یه شرکت خصوصیه. 2 تا از دوستاتون هم احتمالاً بتونید وارد کنید. این رو هم داره نشون میده. برای شما دوستانی که انگار یه پولی رو از دست دادید به تازگی، حالا خیلی هم دارید قسطش رو میخورید، یه نفر که شما خیلی هم ازش بدتون میاد، یه تنفر خیلی زیادی ازش دارید، کل این پول رو به شما برمیگردونه و در واقع یه جورایی میشه گفتش که براتون باعث تعجبتون میشه، ولی خب این پول رو بهتون برمیگردونه و جالب شما با این پول یه سند به نامتون زده میشه. حالا میتونه زمین، خونه یا هر چیزی، حتی ماشین باشه. احتمال ماشین بودنش خیلی بیشتره، ولی با این پوله که به دستتون میرسه احتمال اینکه یه سندی به نامتون زده بشه که خب من درصد ماشین بودنش رو خیلی بیشتر میبینم زیاده براتون. برای بعضی از شما من میبینم که یک خانومی که خیلی زن ثروتمند و سرمایه‌داری هست میخواد که شما رو در واقع به یک سفر خارج از کشوری که دارید زندگی میکنید بفرسته. برای شما این پیشنهاد میتونه شروع یه مسیر شغلی جدید باشه، پر از ایده است براتون این سفر، برخلاف تصورتون که فکر میکنید انگار مسئولیت سنگینی به عهده‌تون گذاشته شده و فکر میکنید من نمیتونم و این چه کاری بود و اینا، و خیلی تعجب میکنید از پیشنهاد این شخص، ولی براتون خیلی عالیه. فقط تاروت این هشدار رو میده که درباره این پیشنهاد زود تصمیم نگیرید، چون بعداً چون این کار براتون خیلی آینده خوبی داره و بعداً ممکنه پشیمون بشید که مثلا چرا این کار رو قبول نکردم. این حالتی تصمیم عجولانه نگیرید یا حداقل صبر کنید، خوب فکر کنید و اینها. برای شما دوستانی که توی زمینه کارهای هنری فعالیت میکنید یا شغلی که در اون باید خلاقیت داشته باشید یا کارهای این چنینی مشغول به فعالیتید، شما ظاهرا براتون یه موفقیتی که خودتون خیلی براش تلاش کردید و خیلی منتظر بودید که در واقع نتیجهش به دستتون برسه ولی تا الان نرسیده، چیزی که داره دیده میشه تا 14 ماه آینده اون خبری که منتظرش بودید بهتون داده خواهد شد. توسط یک آقایی هم بهتون این خبر داده میشه که میتونم بگم که از نظر ظاهری چند تا از ویژگیاشو بگم شاید به ذهنتون برسه که کی هستش. از طرف یه آقاییه که موهای نسبتا سفیدی داره، سنش 50 سال به بالاست و در واقع یه جورایی میشه گفت وقتی که این خبر رو بهتون میده متوجه میشید چقدر حس شیشمتون قوی بوده و درست بوده، چون فکر میکردید که مطمئن بودید یه روزی انگار از این کاری که انجام دادید، از این تلاشی که داشتید، نتیجهش رو دریافت میکنید.
شما دوستانی که یه مهارت خاص یا یه مسیر خاصی رو دارید طی می‌کنید، یه مدرک رسیدن به دستتون داره دیده میشه که باهاش میتونید پول خیلی خوبی رو به قول خودمون پارو کنید. شما این توانایی رو دارید که بتونید از این چیزی که یادش گرفتید، میتونه یه زبان باشه، میتونه یه در واقع حالا یه مهارت خاصی باشه، مثل یه کار هنری باشه یا یه فنی رو رفتی یاد گرفتی، در صورت این توانایی رو داری که باهاش پول خوبی به دست بیاری، هرچند مسیرش آهسته است و هستند آدم‌هایی که بخوان تو این مسیر برای شما مزاحمت ایجاد بکنن، مانعتون بشن، بخوان شما رو از مسیر خارج بکنن، بگن نه بابا این کار شدنی نیست و موفق نمیشی و از اینجور چیزا. اگر نسبت به شایعاتی که دارید میشنوید بی توجه باشید و به حرف اون آدم، چون یه فرد خاص رو دارم میبینم، توجهی نکنید، شما میتونید یه کار حالت در واقع تیمی و گروهی خیلی باحالی راه بندازید، چون شما قدرت مذاکرتون هم خیلی بالاست و قدرش رو تاروت داره بهتون میگه بدونید و ازش توی این کاری که میخواید انجام بدید و استارتش رو بزنید استفاده بکنید. این رو هم داره نشون میده. خب بذارید چند تا کارت دیگه هم در بیارم براتون به عنوان کارتای نهایی، ببینیم چی برامون در میاد. بسیار خب، نهایتاً اونچه که تاروت داره بهمون نشون میده، برای 80% شما دوستانی که دارید این انرژی خانی رو میبینید، مسیرهای جدید و فرصتهای خوبی توی این 2 ماه آینده داره دیده میشه که جلوی روتون خواهد بود. ولی درصد کمی که شانستون رو از دست میدید به خاطر اینه که انگار فرصت رو دارید ولی از دستش میدید، به موقع دست به کار نمیشید، دست میکنید، انگار اقدام نمی کنید، یا مثلا میگید حالا باشه فکرامو بکنم، موکول میکنید به بعدن و در نتیجه این باعث میشه که اون فرصت خودتون و شانس خودتون رو از دست بدید، چون چندین بار این براتون هی تکرار میشه. این رو هم داره نشون میده و بعدش هم خب پشیمونی داره و دیگه الی آخر. و اینکه شما دوستانی که حالا این شانس و فرصت رو داره نشون میده از دست ممکنه بدید که درصد کمی هم هستید، اگر شما آدم‌های منفی که وایو خوبی ندارند، خیلی آدمایی هستن که ناامیدن، همیشه دارن غر میزنن، اینها رو از زندگی خودتون حذف بکنید، چون اینا با حرفاشون شما رو هم ناامید میکنن. شاید خودشون تو مسیر خوبی باشن ولی یه حرفایی میزنن که باعث ناامیدی شما میشه. اگر اینا رو از مسیر زندگیتون حذف بکنید، شما موفق میشید، چون اون آدما انگار دست و پای شما رو بستن، میخکوبتون کردن. این رو هم داره بهتون نشون میده. بسیار هم عالی، خیلی خوشحالم که توی این انرژی خانی همراه من بودید. امیدوارم انرژی های خوبی رو دریافت کرده باشید، پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید و خیلی ممنونم که همراه من بودید. اگر که دوست داشتید انرژی خانی شخصی براتون انجام بشه، حتما به آیدی تلگرامم بهم پیام بدید، در اولین فرصت پاسخ میدم و خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت بذارید. خیلی خیلی دوستتون دارم.